درود بر شما دوستان گرانقدرم. امروز دوم کماندار برابریم با 23 نوامبر 2025. این روزها سیاره ناهید به زبان سانسکریت شوکرا در بالاترین درجه سیاره‌ای نمودار کیهانیش از نگاه ما اهل زمین قرار گرفته و در صورت فلکی میزان نشسته و من قراره که راجع به اثرات این جایگیری براتون صحبت کنم. برای کسانی که در نمودار تولدتون ناهید در ارتعاشی بالا دارید، این قرارگیری بسیار فرخنده است و هم برای نوزادانی که این روزها به دنیا میان، لطف ناهید درخشان در مسیر زندگی شامل حالشون میشه. از نشانه‌هاش این هست که عمیقاً به ارتباطات اجتماعی، گروه‌های بزرگ، دوستی‌هاتون گره خوردید که این روابط ابزارهای اصلی هستند برای رشد معنوی، رشد عاطفی و هم کسب ثروت و اینکه احتمالاً شخصیتی کاریزماتیک دارید، محبوب هستید در اجتماع خودتون و در دنیایی که زندگیش میکنید. موفقیت‌های بی‌نظیری رو دارم میبینم که به دست میارید و بسیار با انگیزه‌ای خیلی قوی متمرکز هستید برای برقراری هماهنگی دوستی‌ها توی محیط‌های گروهی. خیلی دارید در این زمینه تلاش میکنید. اهل هنر هستید و توی بیان هنرتون و ابراز خودتون در جمع دوستان و هم در روابط شغلیتون رضایتمندی رو دریافت میکنید و این یعنی حال خوب. اگر دیدید که اینها براتون داره برعکس عمل میکنه، دلیلش سختی جایگاه سیاره ناهیدتون هست در چارت تولدتون بر اساس تاریخ و ساعت زادروزتون. آسیب هایی که میتونید در ادامه مسیر زندگیتون با کمک گرفتن از این دانش برای همیشه درمانش کنید. این عبور تجربه هایی رو پیش میاره برای به وجود آوردن تعادل و زیبایی با تمرکز روی محیط اجتماعی بزرگتری که باهاشون در ارتباطید. در واقع انگار که دنبال یه جور رضایت معنوی هستید از طریق روابط معنادار، عشق و ابراز اون و هم ابراز محبتتون به گروه هایی که چه توی روابط کاری و چه توی دوستی هاتون باهاشون در ارتباط و رفت آمدید و برای این ابراز محبت ناخودآگاه خلاقیت به خرج میدید. مثلا از طریق کمک هایی که توی شغل و حرفتون از دستتون برمیاد یا از طریق هنری که دارید، اهل هنر هستید، از طریق موسیقی یا میتونه پروژه هایی که به صورت عمومی به اشتراک میگذارید و از این طریق احساس رضایت پیدا میکنید. یک ناهید درخشان باعث میشه به طور طبیعی توی اجتماع، توی دنیایی که زندگیش میکنید بسیار تاثیرگذار باشی و برای بقیه هم میتونی یک همچین شخصیتی، میتونی الهام بخش باشی و دیگران رو مجذوب خودت میکنی. ارزش های اجتماعیت برات بسیار مهم هستند و اینها ویژگی های یک ناهید درخشان هست و در صورتی که آسیب دیده باشه و بیمار ناتوان باشه باید درمان بشه تا بتونه نتایج و لطف شگفت‌انگیزش رو به شما بده. اصل تأثیرش در روابط اجتماعیتون هست و بر همین اساس حتی این سیاره مهمترین سیاره و مهمترین نشان برای جذب و کسب ثروت هست.
این کلیدی هست برای رسیدن به اهدافمون. این روابط اجتماعی منظورم که اصل تأثیر ناهید در همین روابط اجتماعی هست. وقتی ناهید حالش خوب هست، مثل این دورانی که درش هستیم، برای کسانی که از این سیاره زیبا خوششانسی در نمودار تولدتون دارید، میتونید از طریق شراکت هاتون که این شراکت ها هم عاطفی هست از سمت سوی همسر و هم شراکت های تجاری یا با استفاده از ارتباطات اجتماعیتون به مزایای مالی و ثروت برسید. این توانمندی رو به شما میده این سیاره زیبا. برای دوستانی که مجرد هستید و این نشان رو در حال خوب و درخشانش دارید، همه دوستان، چه آقایون و چه بانوان، در این روزها همسرتون رو از طریق دوستانتون یا در گرد همایی‌های اجتماعی یا از طریق یک رویداد خیریه ملاقات میکنین و دلیلش اینه که زندگی اجتماعیتون ذاتاً با زندگی عاشقانتون در ارتباط هست در این دوران. خب اینجا میرسم به چالش ها، گرفتاری ها و درس های بالقوه‌ای که برای دوستانی که ناهید حاکم بر زندگیتون در شرایط رنجاوری قرار داره، بدونید اینها درس های کارمیک در دل خودشون دارن و باید پاکسازی بشن. این رنج هایی که من توی این زمینه ها منظورم هست که مربوط هستن به روابط عاطفی، مربوط هستن به زندگی زناشویی و شراکت های تجاری، روابط کاریتون و طبیعتاً ضرر و زیان های مالی، برباد رفتن های ثروتتون و هم شکستتون در پرونده های قانونی و در دادگاه ها. همه اینها دلیلشون توی چارت تولدتون بر اساس تاریخ و اون ساعت کیهانی زادروزتون دقیقاً مشخص و معلوم هست. کارماهایی که زندگی پس از زندگی سنگینیش رو به دوش میکشیم که میتونیم با آگاهی و با کمک دانش سیارات به این رنج ها پایان بدیم. لازمش اینه که از دلبستگی های سطحی و از زیاده روی ها پرهیز کنیم و بین لذت های مادی و رضایت درونی خودتون تعادل برقرار کنید. درس هایی که برامون رقم میخوره در مورد بدبستان ها، درگیری ها و گرفتاری های قانونی و سرگردانی در راهرو دادگاه ها، اختلافات مالی توی شراکت های تجاریتون، دادگاه های طلاق، اختلافات خانوادگی، اینها تأثیر سنگین سیاره ناهید آسیب دیده هست که نمود پیدا میکنه. حتی وقتی که اسناد و مدارک به نفعتون هست، به طور حیرت انگیزی ورق به سمت ضرر و زیان شما برمیگرده. برای چالش ها و درگیری هایی که پیش میاد، به ویژه اگر سیارات دیگه‌ای هم، سیارات ناخوشایند دیگه‌ای هم تأثیراتشون رو بر روی ناهید داشته باشن. ناهید سیاره‌ای هست که بسیار تأثیرپذیره و مثلا نظر و نگاه سیارات نحس رو داشته باشه، باید آماده باشید، چون این درد سرها قطعاً آزمون‌هایی هستند که برای کمک به شما، برای رشدتون، صبرتون و داشتن بخشش در زندگی شما طراحی شدن. قراره که درس‌هاشو بگیری و همراه با سیاره ناهیدت درخشان بشی و البته که سخت هست، باید خودتو محک بزنی و در عبور از این گذار کمک خواستی، من هستم بی تردید
براتون بهترین ها رو آرزومندم و تا درودی دیگر بدرود.